السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد، امیدوارم که خوب و صحتمند بوده باشید. سوال این است که استاد، ما در قهوه‌خانه کار میکنیم، مردمایی هستند که روزه نمیگیرند و تمام فروختن ما جایز است یا نه؟ در مثلا اینکه ما مردم ازبکستان رو بزیاد میبینیم که روزه‌خوار هستند. ما پس کردن یک قومیت نیستیم، اما میبینیم روزه‌خور زیاد هستند. با آنها سوال میکنم چرا روزه میخورید؟ آنها میگن ما اصلا کسل هستیم، مریض هستیم یا دیگر چیزها را پیش میکنن. دیگه حیران میمونیم که آیا برای فروختن طعام به کفار یا اینکه مسلمان جایز است یا نه؟ در روز ماه مبارک رمضان هم مسلمان ها هم غیر مسلمان ها باید از خوردن و نوشیدن خودداری کنند، باید روزه دارند. بله، مسئله غیر مسلمان ها یعنی کافر ها، هل الکفار و مخاطبون بفروع الشریعت ام لا، قاعده هست. امام نووی میگن که قول صحیح این است که اونا مخاطب هستند، یعنی حتی اونا باید خودداری کنن از خوردن و طعام و شراب. ما یعنی مسلمان ها در روز رمضان کسی که امر الله تعالی را گناهکاری کرده میخورد یا مینوشد، ما باید آنها را یاری ندهیم. شما حق ندارید در روز رمضان در آشخانه کار کنید یا طعام فروشید به آن آدمی که روزه میخورد. اما اگر دانید که همین آدم زنی حائزه هست یا مسافر است یا بیمار است، بله، برای آنها فروختن طعام اجازت هست، لیکن آنها هم باید در جایهای جمعیتی نخورند، یعنی در آشخانه نخورند. مثلا آمده از مغازه نان خرید، رفت و در خانهش خورد، آدمی که روزه براش فرض نیست، اما آشخانه که آدم ها آمده در آنجا میخورند، حرمت رمضان پایمال میشد. بنابراین در ماه رمضان روزانه کار نکنید. کسی آشخانه دارد شبانه کار کند، پیش از نماز شام آشخانه را میکشد، افطار تشکیل میکنید، افطار سحری میدهید برای مردم، یا شبانه میکشید. خواه روزدار است خواه غیر روزدار، شبانه خوردن اجازت است. بعد شام تا بامداد ممکن است، بعد بامداد آشخانه را محکم میکنید.